خب سلام علیکم. از اخبار ورزشی خارجی هم خبری نبود، فعلا دستم نیومده و بریم سراغ سینمای ایران. شیرین یزدان بخش درگذشت. از دوتا خبر بد شروع کنیم. شیرین یزدان بخش و البته بهرام بیضایی در روز تولدش درگذشتند و تسلیت میگیم به سینمای ایران. ولی از این دو خبر بد که بگذریم، یه ویدیو ببینیم از رضا رویگردی در تولد 75 سالگی. سلام خدمت علاقمندان به رضا رویگری. ما امروز غافلگیرش کردیم، 6 دی سالگرد تولدشه و من خاطرات بیشمار با آقا رضا دارم، ولی دوست دارم بیشتر ایشون به حرف بیاد. آقا رضا حالت چطوره عزیزم؟ خدا رو شکر، الحمدلله. واقعا سرحالتر از گذشته میبینیمش، الحمدلله. خانم خیلی دوستش خیلی میرسنه. خب الحمدلله. آقا رضا، حالا من سعی میکنم متکلم باشم، یه خود زحمت بشم. من یه فیلم باش کار میکنم به نام شاخه‌های بیت، در مهمه اصفهان محرم بود. بعد جسارتا هر شب میدیدم آقا رضا نیست، هیئت‌ها میادن بلندش میکرد رو دست هم دیگه که بره اونجا در مورد مدح امام حسین بخونه. یادت اومد؟ من مدیر توزیع بودم، از عصری که میشد میگم شما برو هیئت بالای ده، امشب پایین ده میخوانه. تفلک خیلی همراه بود، صدا و صوت خوبی داشت. آقا رضا، هر از گاهی بازی ازت میبینیم، حس و حالت چیه میری سر صحنه؟ خیلی خوب، همین امروز شما رو دیدم کلی حال اومدم. ای جون، اصلا با بچه که هستن حالا خوب هست کنم. باور کنید جلو خودش نمیگم، همه جا گفتم آقا رضا خوش قدم ترین بازیگر فیلم های من بود، والله قسم. شاخه‌های بیت، سریال ملکوت، نمیدونم ماه عسل، کار زیاد با آقا رضا کردم. رفیق خیلی خوبیه و واقعا آرزو میکنیم هرچی زودتر شرایط جسمیش خوب بشه. بیشتر ما هم البته باید بیایم، مبناش رو امروز قرار داریم. رفیقات آقای رضا فیاضی و دیگران گفتن که قرار رو بذار 2 هفته دیگه ما تهرانیم ببریم ما رو. خیلی هم عالی. و سینا مهراد مجری یه برنامه ورزشی در تلویزیون شد. حالا بیشتر تو اخبار ورزشی بعدی در موردش صحبت خواهیم کرد انشاءالله. و البته استوری نوید محمدزاده در مورد ترانه الگیسی هم بریم ببینیم. خیلی هم عالی. و سری دوم گلیا پوچ هم به میزبانی صابر ابر از روز یک شنبه. حالا این ویدیویی که من الان دارم میگیرم یک شنبه است، ولی خب شاید دوشنبه یا فردا بذارم، معلوم نیست. پس یا امروز یا دیروز شروع شده، 7 دی ماه شروع میشه. به صورت اختصاصی میتونید از فیلمو ببینید. این هم از اخبار سینمای ایران تا اینجای کار.